فقط تصور کنید امروز صبح از خواب بیدار میشوید و میفهمید که انسان‌ها دیگر فقط 70 یا 80 سال عمر نمی کنند بلکه 200 سال زندگی می کنند. در نگاه اول همه خوشحال می شوند. چه کسی دوست ندارد 120 سال بیشتر فرصت زندگی داشته باشد؟ اما چند دقیقه صبر کنید. این اتفاق می تواند دنیا را عوض کند. شاید دیگر کسی در 25 سالگی دنبال شغل نباشد. مردم با خودشان میگویند وقت زیاد دارم. شاید تا 60 سالگی درس بخوانند، چندین بار شغلشان را عوض کنند و تازه در 80 سالگی احساس کنند که زندگی واقعیشان شروع شده است. حالا یک سوال مهم: اگر هیچ کس زود از دنیا نرود، پس برای نسل جدید چه اتفاقی می‌افتد؟ شهرها شلوغ‌تر می‌شود، خانه‌ها گران‌تر می‌شود، غذا، آب و انرژی از همیشه با ارزش‌تر می‌شود. شاید دولت‌ها حتی قانونی بگذارند که هر خانواده فقط اجازه داشته باشد یک فرزند داشته باشد. اما این تازه شروع ماجراست. تصور کنید یک دانشمند به جای 40 سال 180 سال روی یک موضوع تحقیق کند، یا یک پزشک تجربه درمان میلیون‌ها بیماری را به دست بیاورد. شاید بیماری‌های مثل سرطان یا الزایمر برای همیشه از بین بروند. اما یک خطر بزرگ هم وجود دارد. اگر فقط افراد ثروتمند بتوانند عمرشان را به 200 سال برسانند، دنیا به دو گروه تقسیم می‌شود: افرادی که عمر طولانی دارند و افرادی که مثل گذشته زودتر از دنیا می‌روند. این اختلاف می‌تواند از هر جنگی خطرناکتر باشد. حالا تصور کنید شما 180 سال سن دارید، همه دوستان دوران کودکیتان را دیده اید، چندین نسل از خانواده‌تان را بزرگ کرده اید. آیا بعد از 200 سال هنوز از زندگی لذت میبرید، یا زندگی آنقدر طولانی میشود که دیگر هیچ چیزی هیجان انگیز نباشد؟ شاید عمر 200 ساله بزرگترین آرزوی انسان باشد، یا شاید بزرگترین اشتباه تاریخ. حالا نوبت شماست. اگر امروز به شما پیشنهاد بدهند که 200 سال عمر کنید، قبول میکنید یا نه؟ دلیلش را در کامنت ها بنویسید.